لگور گروی ترزه بلاف کریه. گوشر و پفچون دناورا هیزن اپوزیسیونه و هیزن به سر رژیم اسد ده بردوام دبن. لبر آوا سوریه و نزیکی لسقیه و دفرین زید سروک سوریه بشار الاسد. روژا یک شمه ارتشا رژیم سوریه را گهاند. گوان در بنا اسمانی بهیز پیک آنینه سر گروپین اپوزیسیونه لبر آوا سوریه و هن گند دست سر کرن لپارزگاه لسقیه زید سروک سوریه بشار الاسد. اجانسن نوچیان ین به سر رژیم ول سر زار ارتش را گاندن. گود 48 ساعتین بوریده وان بمباران کرن جوش کر به مرما قد کرنا رین آلیکاریان لسر گروپین شرکر ین اپوزیسیونه لدورا وعر یعنی زیکی سنور ترکیه. پارزگاه لسقی جیاگو مزنترین بندر لسوریه ناسکرن و کوکا طائفه علویانه زید سروک سوریه و اوه هولکاج شرکی گرنگ ده شر گوج 5 سالان ودوم دکه. تزانین گو گروپین اسلامی نتوندرا و دناف ده انیت النصرة باسکه القاعده دست دانیه سرگلک گندان جدورا سنور باکوری لسقیه و دورندن علوی نشینن. ارتشا سوریه را گاند گوان دست دانی سر 5 گندان و گرکی استراتیجی دناف ده بیت خدور بیت زیفا و گره الخضر و تشای الرحملیه. ارتش کمپینا خوایا شر تندکریه ده دماغ اپوزیسیون دست دانی بول سر باشاروک جسر الشغور لنیسان بوری. جال یکی دن و تلویزیون منار یا بسر حزب الله اللبنانی گوتنا شروانه که ارتشا سوریه و گو هستو گو او هزین اپوزیسیون ضعیفترین گو بویرن نزیکی لسقیه ببن.